معرفی کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم است. این کتاب حاوی احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. صحیح بخاری اولین کتابی است که فقط احادیث صحیح در آن گنجانده شده است. اسم کامل این کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله و سننه و ایامه می باشد، ولی بیشتر به الجامع الصحیح یا صحیح بخاری مشهور است. مؤلف آن ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری است که فارسی الاصل می باشد. امام بخاری در شوال سال 194 هجری در بخارا متولد شد. در سال 210 هجری سفر خویش برای جستجوی احادیث پیامبر را آغاز نمود و به این منظور به سرزمین‌های مختلف نقل مکان نمود. 6 سال در سرزمین حجاز اقامت گزیده و سپس به شام، مصر، عربستان، بصره، کوفه و بغداد سفر نمود. میگویند وی دارای حافظه عجیبی بوده است و به هر صفحه‌ای از کتاب که یک بار نظر می‌انداخته آن را حفظ می‌کرده است. امام بخاری صحیح بخاری را از میان 600,000 حدیثی که حفظ داشت تألیف نمود. وی فردی خوش اخلاق، جوانمرد، سخاوتمند و خوش زبان بود. زهد، پرهیزگاری و اخلاص در زندگیش کاملا آشکار بود. بخش عمده‌ای از وقتش را صرف عبادت می‌کرد. از پادشاهان و فرمانروایان دوری می‌جست و شجاعت و سخاوتمند بود. علمای زمان خودش و کسانی که بعداً آمدند وی را ستودند و به تبحر او در علم حدیث و شناخت راویان حدیث اقرار نمودند. امام احمد ابن حنبل می‌گوید خراسان مانند او یعنی امام بخاری را به خود ندیده است. ابن خزیمه میگوید در زیر آسمان عالمتر و حافظتر از محمد ابن اسماعیل بخاری به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود ندارد. امام بخاری برای نقل و ثبت احادیث صحیح در کتاب صحیح خود بسیار تلاش می‌نمود و زحمت‌های زیادی را متحمل گردید. وی هیچ حدیثی را در کتابش قرار نمیداد مگر اینکه قبل از آن وضو گرفته و 2 رکعت نماز استخاره می‌خواند و از پروردگارش طلب یاری می‌نمود. او فقط احادیثی که به صحیح بودن آن یقین حاصل می‌نمود را در کتابش قرار می‌داد. وی در پذیرش حدیث بالاترین و قویترین شروط صحت حدیث که همه امت اسلامی بر آن اتفاق دارند را رعایت می‌نمود. امام بخاری تألیف صحیح خود را در مدت 16 سال به پایان رسانیده و سپس آن را بر علمای بزرگ عصر خود امثال امام احمد، یحیی بن معین، علی بن مدینی و دیگران عرضه نمود و همگی آن را تأیید نموده و بر صحیح بودن تمامی احادیث موجود در آن گواهی دادند. و همچنین علمای اسلامی در هر عصری به این که صحیح بخاری بهترین، با ارزشترین و صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم می باشد اقرار نمودند. طبق محاسبات حافظ ابن رجب عسقلانی رحمه الله تعداد احادیث صحیح بخاری با تکرار 7397 حدیث و بدون در نظر گرفتن احادیث تکراری 2602 حدیث می باشد. قابل ذکر است که علما در مورد تعداد احادیث کتاب صحیح بخاری اختلاف دارند. علت اختلاف در شمارش احادیث این کتاب به احادیث موقوف و معلقات و شواهد مربوط می شود و همچنین گاهی بعضی از احادیث 2 سند دارند که با رمز ها جدا می گردند. برخی از شارحین آن را به عنوان یک حدیث شمارش کرده‌اند، ولی برخی دیگر از جمله حافظ ابن حجر آن را به عنوان 2 حدیث شمارش نموده است. تکرار و یا اعاده یک حدیث در چند باب امکان دارد نظر به روایت آن باشد از چند صحابی یا چند تابعی.
که این کار خودش موجب تقویت حدیث و صحت آن می‌گردد. بدیهی است حدیثی را که چند نفر روایت کنند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود و ممکن است در یک حدیث اختلافات لفظ یا در روایت زیاد و کم به وجود آید و تکرار در برگیرنده تمامی این امور می باشد. امام بخاری کتابش را بر اساس ابواب فقهی تنظیم نموده است. امام بخاری همچنان که محدث بوده، فقیه نیز بوده است. بنابراین گاهی احادیث را به مناسبت باب ذکر کرده و گاهی یک حدیث که شامل چند حکم بوده را کلاً راجع به یک حکم و یا جزء مناسب را تقطیع و تکرار کرده و گاهی اصل متن را بدون ذکر اسناد که مشهور بوده نقل کرده است. امام بخاری دارای قدرت استنباط احکام فقهی از احادیث و آیات بوده و با دلایل قوی و معرفت کامل مسائل مهم را استخراج کرده و مسائل فقهی را با آیات و احادیث تطبیق داده است. کتاب صحیح بخاری به خاطر اهمیتی که دارد در طول قرون گذشته مورد توجه علمای مسلمین قرار گرفته است، به طوری که بیش از 100 شرح، تعلیق و حاشیه بر آن نوشته شده است که از میان آنها میتوان به شرح فتح الباری تألیف علامه ابن حجر عسقلانی و عمدة القاری تألیف علامه بدرالدینی عینی اشاره کرد که در نوع خود بی‌نظیر هستند و بهترین شرح‌های صحیح بخاری به شمار می‌آیند. امام نووی رحمه الله در مورد صحیح بخاری میگوید: اولین تصنیف در حدیث صحیح بخاری می باشد و بعد از آن صحیح مسلم. این دو صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم می باشند و صحیح بخاری از نظر صحت بالاتر از صحیح مسلم بوده و دارای فواید بسیاری است. امام ابن تیمیه رحمه الله هم در این مورد میگوید: چیزی که همه اهل علم بر آن اتفاق دارند این است که بعد از قرآن کتابی صحیح تر از کتاب بخاری و مسلم وجود ندارد. امام ذهبی رحمه الله میگوید: صحیح بخاری جز بزرگترین کتاب اسلام است و بهترین کتاب بعد از کتاب الله تعالی می باشد.